مفسرو بیان میکنه که با بعضی از بنده هاش فرزندی دختر عطا میکند. مفسرو میگن حضرت لوط و شعیب علیه السلام از دو پیغمبری بودن که همه فرزنداشون دختر بود، بچه نداشتن. و بعضش عطا میکند فرزند پسر حضرت ابراهیم علیه السلام که همه فرزندای حضرت ابراهیم بچه بودن، دختر نداشت. با بعضش هم دختر هم بچه محمد صلی الله علیه وسلم پیامبر محبوب ما و شما که هم دختر داشته هم بچه داشت. 4 دختر داشت پیامبر صلی الله علیه وسلم، 3 دختر، همگی 7 فرزند داشت رسول خدا صلی الله علیه وسلم. با بعضش هیچ عطا، نه دختر نه بچه، حضرت عیسی علیه السلام و حضرت یحیی علیه السلام که در دوام عمر خود نه بچه داشتن و نه دختر داشتن، هیچی نداشتن. اکنون خداوند چی است؟ علیم است و قدیر است. سلام برادرای عزیز، با دقت همه شما میرسونیم که اکای بختیار یا مهاجری توجیک در نزد بازار صداباد آفیسی اجامه، یعنی برای سلامتی یکی ما و شما کشودن. و اگر شما میخواهید که تبابت گیرید و از بیماری ها رها یابید، شما میتونید با انمی رقم های در زیر بوده زنگ زنید، مراجعت کنید و یا اینکه با یوتیوب کانال اکای بختیار ابونه شوید و هر ویدیویی که میتوانید از اون تماشا کنید. مفخر موجودات، منجی عالم بشریت، یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، الحمدلله که ساعت ها و لحظه های پر از خیر و برکتی که خداوند نصیب ما و شما گردانده است، خدا را شکر میکنیم. الحمدلله که برادر عزیزمان، خیلی برادرمان بیلول جوان که صاحب فرزند شدن، احمد و که عبدالله و احمد، اولا دعا میکنیم که خداوند عبدالله و احمد عمری دراز و تن صحت در آینده خداوند حافظای قرآن خادم و شریعتشون بگردانه و او اعتقاد و او فضل درجه که در پدرشون هست که دوستدار اهل علم علما هست، خداوند فرزندوش هم از این نصیب بگردانه و الله ذوالجلال همه مرادوش حاصل بگردانه. البته که فرزند مخصوص عطیه پروردگار است. فرزند به مثل یک مثلا که اشیایی نیست که زواد برارش یا فابریکه برارش یا یگان سیخ برارش، مثلا صفتی خوب و صفتی بد و یکم سارت و دویم سارت و دیگر مخصوص عطیه پروردگار است. در کارخانه پروردگار خداوند با قدرت خودش انسان خلق میکند. سوره مبارکه شورا آیه 49 و 50 الله ذوالجلال بیان میکند: استعیذ بالله لله ملک السماوات و الارض. فرمانروایی زمین و آسمان ها فقط و فقط پروردگار است. صاحب ملک فقط پروردگار است. زمین و آسمان و ماه و کهکشان و هر چیزی که وجود دارد در عالم خلق کرده پروردگار است. همه کائنات خلق کرده پروردگار است. روز شب می شود، شب روز می شود، به فرمان پروردگار است. گرمی آفتاب هم به فرمان پروردگار است. فصل های سال تغییر می یابد، فرمان پروردگار است. وزیدن باد، باریدن باران، همه چی است به قدرت پروردگار است. هوایی که نفس میکشیم، اکسیژنی که بی پول نفس میکشیم، هیچی از خلق کرده پروردگار است. اقیانوس ها، اوکیان ها و کوه ها خالقشان پروردگار است. اگر آب ها و اگر هوا را اگر انسان اگر به شرط حاصلش میکرد میفروختش پول قطعی، پولدار نفس میکشید بی پول میمرد. آب ها هم خالقش فقط پروردگاره. انسان اگر که حاصلش میکرد پولدار آب میخورد و بی پول میمرد میرفت. اما ببین که همه اینها را خالقشان فقط پروردگار است. ملک از آن پروردگار است. لله ملک السماوات و الارض. در دوام آیت الله ذوالجلال و همه بنده هاش گوشزد میکند به ما و شما که یهب لمن یشاء اناثا. و بعضی از بنده هاش الله ذوالجلال فرزند مادینه میته، دختر میته. و یهب لمن یشاء ذکورا. و بعضی از بنده هاش فرزندی بچه میته.
او یزوجهم ذکرانا و اناسا، یا هم دختر میتا هم بچه میتا. بین قدرت پروردگاره که میگه من میگه عطا کننده فرزند فقط پروردگار است. بعضی را دختر میتون، بعضی را بچه میتون، بعضی را هم دختر و هم بچه میتون، بعضی را در یک مثلا تخمدان دو بچه میتون، بعضی را دو دختر میتون، بعضی را در یک تخمدان یک تاش بچه و یک تاش دختر. ببین مخصوص ای کاری پروردگار است، مخلوق و ای دخالت کرده نمیتون. و یک حدیثی مبارک از پیامبر صلی الله علیه وسلم هم داریم که در این باب خیلی، البته که دیگرها و گپی زیادی هست از جانب طبیبا و دیگر، این گپا البته که او قدر اعتباری ندارن و پیامبر اینه فلان فلان داره و کلا کنه بچه میشه دختر میشه، این گپای بیهودن. هر یک میلیاردری هست که میلیارد داره لیکن فرزند نداره، هیچ روی دنیا را صرف میکنه هیچ. در دوام میآید خداوند میگه و یجعل من یشاء عقیما، بعضی از بنده هاش نه دختر میتا و نه بچه میتا، یگان تا. اینه علیم قدیر، پروردگار دانا است و صاحب توانا است، صاحب قدرت است. اکنون مفسرو بیان میکنن که با بعضی از بنده هاش فرزندی دختر عطا میکند. مفسرون میگن حضرت لوط و شعیب علیه السلام از دو پیغمبری بودن که همه فرزنداشون دختر بود، بچه نداشتن. و بعضش عطا میکند فرزند پسر حضرت ابراهیم علیه السلام که همه فرزندای حضرت ابراهیم بچه بودن، دختر نداشت. و بعضش هم دختر هم بچه محمد صلی الله علیه وسلم پیامبر محبوب ما و شما که هم دختر داشته هم بچه داشت. 4 دختر داشت پیامبر صلی الله علیه وسلم، 3 دختر، همگی 7 فرزند داشت رسول خدا صلی الله علیه وسلم. و بعضش هیچ شد و نه دختر نه بچه، حضرت عیسی علیه السلام و حضرت یحیی علیه السلام که در دوام عمر خود نه بچه داشتن و نه دختر داشتن، هیچی نداشتن. اکن خداوند چی است؟ علیم است و قدیر است. پس اکن عطا کننده فرزند فقط و فقط پروردگار جل جلاله است. همین محفلی که الحال ما و شما نشست داریم، حقیقه برادرمون قاری برپا کردگی است. البته که این محرکه هسته که مثلا که عملی هسته که حقیقه را پیامبر صلی الله علیه وسلم خودشون کردن، یعنی هر کاری که رسول خدا بکنه و باز امر کنه و سنت برای ما و شما میشه. در مذهب ابو حنیفه امام اعظم برای ما و شما حقیقه سنت هست. مذهب احمد حنبل با او سخت‌تر میگیره، حکمشو با واجب میبره، با واجب میبره، حتی نادارم که باشه میگه باید عقیقه را بکنه. در مذهب ما اگر فقیر باشه و کم بیزاید باشه برای سنت نیست، اگر دارا باشه برای سنت. پس اکن همین عقیقه را پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گونه که حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه وقتی که تولد شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم عقیقه خودشون کردن، عقیقه نویرشون. و 1 سال بعد که حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه تولد شد، باز این نویرشون هم پیامبر صلی الله علیه و سلم عقیقه را خودشون کردن. تذبح عنه یوم السابع، در روز هفتم موافق حدیث آمده که ذبح کرده می شود و یسمى نامونده می شود، یمات عنه العزا، موی سرش گرفته می شود. اکنون ترتیبی که شریعت غورای محمدی برای ما و شما البته که بیان میکنه، طفلک وقتی که تولد شد اولین کاری که کرده میشه تحنیک میگن. تحنیک کام شیرین کردن. وقتی که کودک تولد که شد در زمان سالهای مبارکی که پیامبر صلی الله علیه و سلم حیات بودن، طفلک را به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم میبردن ولی شیر نمیدادن. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک خرما را کم ترک میخوند، از شیره همون خرما در کام همون طفل میمولید. یعنی کام شیرین کردن، یعنی همون اخلاص عقیده صحابه همین بود که اولین چیزی که به معده طفل بروه آب مبارکی دهان محمد صلی الله علیه و سلم باشه، که البته که یک نشانه سعادت خوشبختی است که آب دهن پیغمبر در وجود بروه. صحابه همین عادت داشتن. اولین نفری که در راه در هجرت تولد شد عبدالله ابن زبیر بود که صحابه بسیار خرسند شده بودن، در راه تولد شد و نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آوردنش. پیامبر صلی الله علیه و سلم تحنیکش کرد. اکنون میگن تحنیک. تحنیک
امروزه که دلیل عقلی بعضی ها مثلا سراغ میکنن که با چی خاطر این کارو کرد پیامبر، برای چی با انگور و سیب و شیر مسکه و یگان چیز دیگر کتی نگه مخصوص با خیرمو کرد. و خاطر اون که علما سنجیدن دیدن امروز در عصر 2021 از همه ده تیزترین چیزی که به سرعت در خون آدم تجزیه میشه و همین خیرمو است. همین خیرمویی که ما و شما استفاده میکنیم، همین خیرمو از همه ده زیادتر. حتی بی در ماه شریف رمضان هم رسول الله صلی الله علیه و سلم با خیرمو روزه را میشکوید. همین یک تشه خوردن ده علاکه تماما گرسنگی نیست میشه دیگه، آدم داره قناعت میکنه دیگه. از شیره همین پیامبر میگه، بر خاطر که میگه اگه طفل در یک جایی هست که از اوجا برآمدن نمیخواه، در یک جایی هست که همین تخمدان زنده اوجا نه کندیسیونر در کوره، نه پیچکه در کوره در خنکی، نه مثلا که خوردن و نه دندون و نه خویدن و نه توالت و نه مثلا که حمام و دست و هیچ، همه شرایط الله تعالی مهیا کردگی است اوجا. وقتی که میبرویه علاکه در همون جا قوت کودک کم میشود، یک دود میزنه که چیزی کس کرده گریه میکنه. حتی همون بلند گریستنش هم نشانه سلامتی شه. بین همون دکترها و گینیکولوگا اگر گریه نکنه با یکون تاکشنی میزنن که آواز شبروره که همون وقتی که دود زد شیشا در کار میداره، راههای نفس در کار میداره، نفس کشش خوب میشه. اگه وقتی قوتش کم میشه و مخصوص همین خیرمو را پیامبر صلی الله علیه و کرد که وقتی که امروز استفاده کرد گلوکوز همین در همون وجود کودک وقتی که شیره همون که میره قوت نوکش زیاد میشه در جنبیدن گریه کردن. دیگر شیرینی را کودک که دوست میداره در همون وقت که لوش که مکیدن میگیره در قپیدن مکیدن مثلا که سینه مادر کمک میشه. حکمتی تکنیکی که رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد.